سلام به همگی، خوش اومدید به کانال خودتون، یعنی کانال علیرضا پروژیار. خوش اومدید به اولین ویدیو ما از این کانال. امروز اومدیم یه سری خیلی خفن و باحال از بازی شاکار و جذاب ردمشن 2 و اما اون استرک چه چیزی نیست جز ایسترگ ایستریه که بعد از اینکه شما بازی رو با کارتر آتو تمام میکنه و آرتور میمیره و شما با کارتر جان بازی میکنید، میتونید به همون کمپا که قبلا با آرتور بودی سر بزنید و در وقت جان میره اونجا یه سری صدا رو میشنوه که اون صدا و خاطراتشون میشنوه که صداهایی که اون زمان توی کمپ بوده با آرتور اینا، یه صداهایی که با خاطراتش بوده رو تو اونجا میشنوه. قراره امروز به سراغ این ایسترک و اما مکان این ایسترک کجاست؟ مکان جا نیست جز همینجا، همون کمپ اول آرتور که توی چپتر دوم بازی بهش میرسیم. همین شهر ولنتاین شما میایم پایین تر، اینجا یه حرف نوشته نیو هینوور، دقیقا پایین حرف N بغل حرف H. دقیقا پس یه بار دیگه بهتون میگم، شما شهر رو میگیرید میایم پایین، همینجوری میایم پایین دقیقا پایین نقطه A و بغل H همینجا رو زومات بکنم ببینید شما همینجا میشه فان کمپ اول. بعضی که بره سراغ ویدیو لایک کامنت و لایک ویدیو داد و حتما اگه سبک ویدیوهای گیمی خفن دوست دارید حتما این چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش حتما بزنید که در اصل اینکه ویدیو جدید میاد شما اولین نفر باشه که این ویدیو تماشا میکنید. بدون حرف اضافه بریم سراغ ویدیو. Here we go. خب دوستان، ما برگشتیم با این ویدیو تماس رکورد کردم. همونطور که میبینید اینجا همون کمپ اول بازیه که ما با کارت راسل رو وارد اول کمپ بازیه. یکم مشاخه یکم طول میکشه ولی بالاخره صدای اعضای کمپ رو میشنم که چه خاطراتی گذرونده مثلا اینجا. صدای اعضای کمپ رو شما اینجا میشنوید. یادتون باشه اینجا همون جایی بود که لیوپولد استراوس همون سفاره کمپمون اینجا حضوری میکرد و همون باعث شد که آتون سل بگیره. در کنون بعضی وقتا صدای درختی بعد چیزی میاد که ماله همون خاطرات قدیمی کمپمونه. اینجا جایی بود که با آتون شیوا رو میشکنیم برای هیزم، شیوا رو قصد بگیریم مثلا. اینجا همون اثرات کمپ هم اینجا مونده. موقعانه واری همون تیکایی زیاد کمپ اینجا مونده هنوز. دیگه یادتون باشه کیران دافعی که تو چپتر یک میگیریمش که یکی از اعضای اولیس بود اینجا بسته میشه که محل چه استارت میشه. ای کجایی آرتور که ببینی. این شنیدین؟ تازه شکستن شیشه اومد که ماله بازم اومد اگه دقت کنی برای مشروب خوردن همون یارو مصرف کمپی اسمش هم
سوانسه بود آقای سوانسه بود که داشت در حال مشروع کاره اون صدای 66 هم که شنیدید برای مشروع صدای بود که تو که مشروع میخورد تیشهاشو وقتی که اون صدای چیش اصلا برای مشروع صدای مشروع خوردن همون یارو بود من یکم زیاد اینجا وایس مشرفیم مثلا صدای شیشه صداهای اعضای کم با هم دیگه مثلا بازش حرف میزنه و صدای حرکاتشون اینا صداشون میاد بشنوید چون برو برم کم بچرخی صداشون رو میشنوید این پروسه زمانبریه ولی میشه انجامش الان صدای درخت اومد صدای یه سری زنگوله هم اومد با دقت کنید صدا همونجوری میاد خب دوستان اینم از اون من به خاطر که من ویدیو در طول نشون ویدیو ببندم ولی دیدین چند صدا شکستن شیشه و صدای زنگوله اینا شنیدین و صدای درخت اگه یکم اینجا زیاد بشه زیاد وایسین بخاطر بکشه زیاد وایسین صدای بیشتری مثل حرف زدن باز کمپ و دعواشون با دیگه رو خاطراتشون اینا با مثلا جشناشون اینا با هم میشنوین خلاصه این هم بود از ویدیو اول ویدیو از کانال من یعنی کانال علیرضا پورجیار امیدوارم که از این ویدیو لذت خاطر برده باشید حتما این ویدیو لایک کنید کامنت بذارید حتما خاطر این ویدیو بذارید که یه وقت توی کامنتاتون لایکاتون حتما این حساباتون نخواهیم و چنل شهرمون حتما اگر دنبال ویدیوهای جذاب گیمینگ از بازار مختلف و رازها و ایسترگا و کلا هر چی از دنبال گیم مختلف میگردی کانال من مخصوص خودته هر سوالی داری میتونی ازم بپرسی من کامنت رو میکنم اگه با این ویدیو حرکتی حتما یادتون ویدیو لایک کنید سابسکرایب کنید و کامنت هم بذارید و حتما زنگوله چنل فعال کنید که اون اصلا که ویدیو جدیدی میاد از اول دفعه که ازش مخبر میشه تو باشی توی بس مواظب خودتون باشین شما رو به خدای مهربان میسپارم و توی ویدیو بعدی میرم فعلا خدافظ